بچه‌ها به ویدیوی دیگه از من خیلی خوش اومدید. امروز با هم دیگه می‌خوایم بریم یه سری از این ویدیوهای پارکی هستن کلا فضای پارک این ویدیو تشکیل شده و تولید شده و توزیع شده. بعد می‌خوایم ببینیم رو هم دیگه ببینیم. بعد من بعضیاشون رو میشناسم، بعضیاشون رو نمیشناسم. بعد نظر در مورد کارشون بدین، نظر یادتون حتما کانال سابسکرایب کنید، اون زنگوله منگوله بغلش هم بزنید تا بریم با هم دیگه ببینیم. نمیستی اونقدر دوست دارم که حاضرم با تو گرما و ظل آفتاب را بیام. نه کولردار بیاد میری دیگه. وای دختره چه ابراز علاقه داشت. آره چه قشنگ گفت. چرا کولردار بیاد میری دیگه. آقا این با من از لحاظی چیزی بود مثلا محتواش کمدی باشه خب قشنگ بود دیگه. اون جملات اونا که جملاتی پر تخم تولید میکنن، اونا که جملات پر تخم تولید میکنن. ببین جملات اصلا هیچ. سلما اگه من برم با یکی ریل بزنم ناراحت که نمیشی؟ نه تازه خوشحالم میشم. چرا؟ واسه اینکه یکی خرتر از من پیدا شده که با این قیافه و اخلاق انت کنار بیاد. کمی تا قسمت زخممون کرد و چیز بود، سمی بود زخممون کرد. وای چه چیزی بود. منم چند تا ویدیو پارکی دارم. خب به انم تو پارک تولید کردم. حالا یه داشتم بعد میذارم این کنار منم ببینیم که سم تولید کردم. بعدش چند سالته؟ آزی 21 کوچولو. وای بایدو کوچولویی. اول راحته. خودت چند سالته؟ 22. آزینا برای خوشم میاد که کلن چیزه، کلن همه کلیپاش دمفانه. یعنی کلیپی بگورم معمولی زیاد نداره، همش آخرش یه کاری میکنه. دقیقا هم این خیلی بال بود. یه سال به طرف تفاوت سنی داری یا مثلا 2 سال تفاوت سنی داری. وای ما اگه جا شما بودیم ما اگه سنی شما رو داشتیم این کارا رو میکردیم فلان میکردیم. چیف ما دیگه اگه سنی شما رو داشتیم فلان من چند سال دارم مثلا 2 سال تفاوت. لعنتی 2 سال 3 سال فرق داری، 4 سال فرق داری. گیرم کسافت لجن. توی که هم از مشتی گر میزنی تریپلاتی ها با اون چین بر نمیدارن. مشتی وای چی بود این تولیداتی پارکی نبود، تولیداتی در خونه ای بود زده بودن بیرون و نیتشون ویدیوی پارکی بود. سم بود. آدم مسخره نمیکنم ولی خب خیلی اصلا در چرا با ماسک. حالا به خاطری ویدیو مسافت ببین یه متر فاصله دارین دیگه. حالا چیز میکردیم ماسکت نمیدادیم پای مایس ببینیم زدون. هم خواستن شناخته نشن هم خواستن سخنرانی پر تخمشون رو ارائه بدن برام. ارائه دست در نکنه. رفت به درک. خدا همه رفتگان شما هم بیامرز. هلالولسون واقعا هلالولسون. تمام تولید کننده های کلیپ گور به گور شدن با این کلیپی. تو حالم بد شد. چیه؟ چه صحنه آهسته و ترانزیشن هم داره. از تو اون پیچی تو اون دیدی؟ نه چی؟ قاوس بشی بخون. عجی مجی لا ترجی یاسی بشی نشی من که طاووس نشدم. اسکل که شدی. ای آقا بیزاره رو موضوعش بکنه. خیلی مسخره بود. خودش کی بودن اولا خیلی از مسخره بودنش خندم گرفت. خیلی حالی بود. اسکلی که شدی. بالاخره اومدی؟ تو که هر روز اینجایی، چرا نمیری دنبال زندگیت؟ جایو ندارم برم. همین که بعضی موقع اینجا میبینمت واسم بسه. من شاید هر روز بیام پیشت ولی هیچ وقت دعا نمی کنم تو بیای پیش من. اگه از این ترس نداشتم که اون دنیا از هم جدامون کنن تا الان 100 بار اومده بودم پیشت. آقا من یه آهنگ رو خیلی دوست دارم.
واقعا باش گریه میگیره. چه قشنگ بود آقا این چیز، این پسر چقدر صداش قشنگ بود، حس فیلم اصلا بهم دست داد. یعنی موضوعش مثلا تکراری بود، حالا طرف مرده ولی خب خیلی هم اجراش هم صداش اصلا قشنگ بود. من نمیدونم خیلی باحال بود. کلیپای زدنی بود. بشین به شکست عشقیات فکر کنی بزنی با. خیلی قشنگ دوست داشتم. موضوعشو نوا ولی طرف هم صداش قشنگ بود، هم قشنگ ایفای نقش میکرد. فیلم بهم دست بود هم. خب آخه مهدیسو اونقدر چیز نیستم حالا، ولی نیکارا چرا؟ نیکار خیلی دوستش دارم. دخترها نیاز ندارن بهشون بگی خوشگل، دخترها نیاز دارن به دوستاشون بگی زشت. ببین خیلی دوستای زشتی داری. حالم از دوستا دام می‌خوره. ایکسپیریم. حالا دارم میزنم. این دوتا عالیان این دوتا خیلی خوبن. یعنی دختر خیلی قشنگی، خیلی مثلا باحال خودش نشون. مثلا بعضی تغییری چیز میدن، مثلا تغییری کاراکتر میدن. مثلا من میتونم خیلی قشنگ حرف بزنم و اینا، ولی دوستم راحت حرف بزنم. کانالمه دوستم راحت حرف. بعد دیگه خیلی دوستم با شما با زبانه قشنگ چطوری خوبی بیاین دور هم بشینیم کلیپ ببینیم، ببینیم از کدومش خوشمون میاد، شما بگین از کدومش خوشتون میاد، نمیدونم اینا. آره از بین اینا بگین از کدومشون خوشتون میاد. من الان از اولش تا الان گفتم دیگه، اونایی که معروف بودن گفتم کیا. بعد دیگه این دو تا هم خیلی خوشم میاد ازشون، چون واقعا خیلی باحالن. یعنی تو لحظه اون چیزی که اجرا میکنن اصلا مثلا نقش بازی کردن اینا نیست، خیلی پایه. دختر خیلی باحال خودت نیکا چیز بود خیلی گوگل بود، کوچولو. منم خیلی کوچولوام. من اینطور نبینی خیلی کوچولوام. آره بلندش کردم مثل عروسک گذاشتم بالا نیکارم که خیلی دوست داشتم، خیلی ازش خوشم. دوباره آره یه دونه دیگه ویدیو از نیکا و امیرروزه. این کلیپشون رو دیدم، اینو من خیلی دوست دارم. این ویدیوشون هم خیلی من دوست داشتم. یعنی اینا چیز بودن ایران بودم، از زیاد اصلا دنبالشون نمی‌کردم، ولی زیادم ویدیوهاشون ندیده بودم، ولی خیلی اصلا دوست نداشتم، زیاد جالب نبودن. ولی ترکیه که اومدن خیلی خوب شدن، خیلی الان خیلی دوستشون دارم و خیلی خوبن، کلا خیلی باحالن دتایشون خیلی. اینا نه این سوگنده زیاد ویدیوشو من دوست ندارم زیاد. یعنی خوبن ویدیوش ولی اصلا جالب نبود به نظر. مثلا موضوعش زیاد چیز نبود و نگیم ما خوشمون میاد فلان نامند. نظر میدم دیگه. حالا گفتن امیدوارم از این ویدیو هم کلی خوشتون اومده باشه. یادتون نره حتما کانالم رو سابسکرایب کنید. اگه تا الان اولین ویدیو دارین منو میبینید حتما سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید و چک کنید که حتما حسابتون نپریده باشه. کلی دوستاتونم ماچ بهتون تا ویدیوی بعدی. بای بای. بگینم حتما کدومشون شما دوست دارین. من گفتم کدومشون خیلی دوست دارم، دنبالشون میکنم. هرچی بزند بعضیا فایزر میزنن، بعضیا فایزر میزنن، بعضیا فایزر میزنن. من و تو دوغ میخوریم و اونا دل استر میزنن، اونا دل استر میزنن، اونا دل استر میزنن. حکمتش چیست آخر که بعض